و ما زیاد می‌نویسند، زنگ میزنند، از افسردگی شکایت میکنند، از تنبلی، از اونی که یک انگیزه ندارن یا شوق در زندگی ندارن بعضی جوانان و به همین مونان شکایت میکنند که با متخصصان علوم انسانی از جمله با روانشناسان زیادتر صحبت کنیم و آنها با سوالهاشون پاسخ بگیرند. البته ما همواره گفتیم که خواندن کتاب، مطالعه کردن کتاب، یعنی کتاب‌های گوناگون واقعا شما را از افسردگی، از تنبلی، از پریشان خاطری، از ناامیدی دور نگاه می‌دارد. خداوند در سوره مؤمنون آیه 115 چنین می‌فرماید: استعیذ بالله: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این آیت واقعا یک سوال است ولی خیلی انگیزه دارد، خیلی جای فکر کردن دارد که ما در اون باید تفکر کنیم، اندیشه کنیم. خدا میگه که آیا شما فکر میکنید، آیا شما گمان میکنید که بیهوده خلق شده اید؟ قرآن میگه شما گمان نکنید، شما فکر نکنید که همین خیلی بیهوده شما خلق شده اید. شما فکر نکنید شما بدون کدام برنامه، بدون کدام نقشه، بدون کدام تحریزی همین خیلی آمدید زندگی میکنید و میروید. نه، تمام آن چیزی که خداوند در این نظام هستی آفریده است اینها بیهوده نیستن، اینها الکی نیستن. اینها برای ما انسان هایند تا خودمان را بشناسیم، آفریدگار خویش را بشناسیم و تلاش بیشتر کنیم برای آباد کردن زندگی خود، برای آباد کردن جامعه خود. افسرده نباشیم، ناامید نباشیم، تنبل نباشیم. و واقعا هم قرآن کتابی است که از تمام همون کتاب‌های انگیزشی، تمام کتاب‌هایی که با قول موتیواسیونی زیادتر به انسان انگیزه میدهد.